ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори 49. نشر اثر دوجلده پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علم زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نوشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می‌گیرد. بالاخره غوریان بساط دولتداری را از زیر پای آخرین پادشاهی غزنوی خسرو ملیک در سال 1151 برچیدند و خسرو ملیک سال 1157 در پایتخت غوریان فیروزکوه به قتل رسید. به این منوال دولت غزنویان سقوط کرد. کارنامه تاریخی این سلسله همین است که پادشاهان آن زبان تاجیکی را به سرزمین هند برده برای تکامل آن و آفرینش آثار گرانبها با این زبان در این سرزمین و دیگر سرزمین های تابع خود زمینه مساعد فراهم آوردند. شایسته ذکر است که اکثر پادشاهان غزنوی به مثل سامانیان به زبان تاجیکی و علم و ادب علاقمندی زیاد داشتند، هرچند بعضی از آنها در زمان سلطنت خود زبان کارگزاری دیوان را از تاجیکی به عربی برگردانیدند. دربار غزنوی کانون بزرگ فرهنگ و محفلی گردآمد شاعران و ادیبان و دانشمندان عهد خود بود. شاعران با سرودن اشعاری بلندغایه و دانشمندان با تألیف آثاری گرانمایه دربار غزنوی را بلند آوازه کردند. میگویند که در دربار سلطان محمود 400 شاعر گرد آمده بود. دانشمندی معروف ابو ریحان بیرونی شاه اثر قانون مسعودی را که به علم هیئت و نجوم بخشیده شده است به نام سلطان مسعود تألیف کرده است. همچنین می توان یادآور شد که در دربار پادشاهان غزنوی عالمان و ادیبان مقام مشورت داشتند. به خصوص سلطان محمود بسیار می‌خواست که بزرگترین دانشمندان آن روزگار ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، ابو سهل مسیحی، ابو نصر عراق، ابو الخیر خمار و دیگران که مایه افتخار و رونق دیگر دربارهای آن عهد از جمله دربار خوارزمشاهیان بودند اهل درباری او باشند و بارها به طلب آنان کس فرستاده این دانشمندان را به دربار خود فرا خواند.
می‌دانیم که ابن سینا و ابو سهل مسیحی این دعوت محمود را قبول نکردند و به دربار آل زیار رو آوردند. ابو ریحان بیرونی پس از فتح خوارزم از جانب لشکری سلطان محمود ناچار به دربار او پیوست. سلطان محمود همچنین غزایری شاعر را که به زبانهای تاجیکی و عربی شعر می گفت انعام فراوان داده، از شهر ری از دربار مجد الدوله دیلمی به دربار خود دعوت کرد و بیرونی در یک اثرش یک بیت تاجیکی از او شاهد آورده است. بعضی تذکیره نویسان به تاجیکی شعر سرودن خودی سلطان محمود را تایید نمودند. از جمله مؤلف لباب الالباب 2 شعر از او نقل کرده است که گویا او شعر زیرین را در مرثیه گلستان نام کنیزک خود سروده است. تا تو ای ماه زیر خاک شدی، خاک را بر سپهر فضل آمد. دل جزع کرد گفتم ای دل صبر، این قضا از خدای عدل آمد. آدم از خاک بود و خاکی شد، هر که زو زاد باز اصل آمد. به اندیشه مورخان، فرزندان و برادران محمود هم هر کدام از شعر و شاعری به زبان تاجیکی، فارسی دری بهره داشتند و ربایی زیبای زیر را محمد اوفی و پسری محمود محمد نسبت می دهد. ای حال دلی خسته مشوش بی تو، عیشی خوشی من شده است ناخوش بی تو. تو رفته ای و من آمده بی تو بجام، تو در دل خاک و من در آتش بی تو. مطابق معلومات تذکیره ها، در بین وزیران و دبیران دربار غزنوی نیز و مثل احمد حسن میمندی وزیر، ابو نصر مشکان، ابو بکر کهستانی، ابو الفضل بیهقی کسانی بودند که به زبان و شعر و ادب تاجیکی علاقه زیاد داشتند، تا جایی که تاریخ نامه ابو الفضل بیهقی بهترین نمونه نثر تاجیکی فارسی شناخته شده است. پادشاهان غزنوی به گسترش دین مبین اسلام و مذهب حنفی همچنین بنیاد مکتب و مدرسه ها نیز مساعدت نمودند. به اندیشه بعضی مورخان از جمله در ناحیه دوردست خودتل ختلان تا سال 1025 به ابتکار غزنویان بیشتر از 20 مدرسه دارای وقف بنا گردید. آنها در غزنه کتابخانه بزرگ بنیاد نهادند و نسخه های نادر را جمع آوری کرده برای استفاده در اختیار دانشمندان قرار دادند. بیشتر این کتاب ها همچنین به صفت غنیمت جنگ از سرزمین های اشغال شده به غزنه آورده می شد. مثلا گفتند که غزنویان
سال 1034 علاءالدوله کاکویه را شکست داده اصفهان را به دست آوردند و کتابخانه ابن سینا را که در این شهر بود به غزنه انتقال دادند، ولی اکثر کتاب‌های این کتابخانه سلطنتی را غوریان بعد فتح غزنه به کام آتش کشیدند. معلوم است که در عهد غزنویان اکثر مردم ماوراءالنهر و خراسان پیرو مذهب حنفی اهل سنت بودند و پادشاهان این سلسله از این مذهب به عنوان مذهبی راست جانبداری می کردند و به دیگر مذهب‌های اهل سنت نیز احترام می گذاشتند. شهرهای نیشاپور، بخارا، مرو، بلخ، غزنه در این عهد و مرکز بزرگ حنفیان و شافعیان تبدیل یافته بودند. از جانب دیگر امیران آل بویه به صفت رقیب سیاسی غزنویان از مذهب معتزله حمایت می کردند. همین واقعیت باعث آن شد که محمود برای لشکر کشید و بعد پیروزی امر کرد که آثار دانشمندان معتزله را به خصوص در فلسفه و علمهای دقیق آتش زنند. روزگاری حکمرانی غزنویان یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ رشد و گسترش تصوف به زبان تاجیکی است و در این روزگار در خراسان و ماوراءالنهر بزرگترین عارفان و دانشمندان از قبیل شیخ ابوسعید ابوالخیر، شیخ ابوالحسن خرقانی، ابو ابراهیم مستمیلی بخارایی، ابوالقاسم قشیری، ابوالحسن حجویری، خواجه عبدالله انصاری، حکیم سنایی، شیخ عطار و دیگران زندگی و ایجاد نموده در امر بالا بردن معرفت دینی و اخلاقی مردم و رشد و توسعه زبان ما سهم مناسب گذاشتند. بنابراین در زیر آثاری باقی مانده و بعضی نمونه از سروده و نوشته های آنان را ذکر می کنیم. شیخ ابوسعید ابوالخیر میهنی وفاتش 1049 از صوفیان معروف و شاعران خوش سلیقه آن عهد است که در میان طبقه های گوناگون اهالی شهرت و اعتباری فراوان داشت. او از نخستین شاعران رباعی سرا به زبان تاجیکی است و رباعیات وی در کمال سادگی و فصاحت سروده شده‌اند. ای ناله پیر خانقاه از غم تو، وی گریه طفل بی گناه از غم تو، فریاد خروس صبحگاه از غم تو، آه از غم تو، هزار آه از غم تو. مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت، دیوانه عشق تو سر از پا نشناخت. هر کس به تو ره یافت ز خود گم گردید، آن کس که تو را شناخت خود را نشناخت. شیخ ابوالحسن خرقانی وفاتش
1033 از صوفیانی معروف است که با ابن سینا و ابو سعید ابوالخیر مناسبتی دوستانه داشت. کتاب معروف او نور العلوم در مبانی اسلام به زبان تاجیکی تعریف شده است. نسخه تا زمان ما باقی مانده اثر را یکی از شاگردان ابوالحسن خرقانی در 10 باب مرتب کرده است. مطالب اثر بیشتر به طور پرسش و پاسخ بیان می گردد. پرسیدند که غریب کیست؟ گفت غریب نه آن است که تنش در این جهان غریب است، بلکه غریب آن است که دلش در تن غریب بود و سرش در دل غریب بود. پرسیدند که دوستان وی را یعنی خدای را چی علامت است؟ گفت آنک دوستی دنیا از دل او بیرون بود. پرسیدند که چی کنیم تا بیدار گردیم؟ گفت عمر خویش را از پیش برگیرید و چنان دانید که نفسی باز پسین آمده است و در میان دو لب منتظر است و خواهد که بیرون شود. روز شیخ ابوالحسن خرقانی از صوفی پرسید که دوست داری که با خضر علیه السلام دوستی داری؟ گفت دارم. گفت سالی تو چند است؟ گفت 97. گفت نان خدای که 97 سال خورده ای بازده، نیکون نبود که نان خدای خوری و صحبت با خیزر داری. چنان که از پارچه مذکور به نظر می رسد، زبان بیانی مؤلف ساده، روان و شیرین است. تنها فعل امر شخصی سومی شماره جمع گیرید به طرز گیرید به جای دانید آمده است که چنین شکل افاده تا به امروز در اکثر گویش های تاجیکستانی ما مشاهده می گردد. امام ابو ابراهیم مستمیلی بخارایی وفات سال 1042 کتاب عربی صوفی مشهور ابو بکر کلابادی وفات سال 990 التعرف لمذهب تصوف را که در بین اهل تصوف اعتباری بلند داشت به تاجیکی ترجمه و تفسیر کرده است. و بیان دیگر ابو ابراهیم مستمیلی بخارایی از کتاب ابو بکر کلابادی یک کلمه یا عباره کوتاه نقل نموده آن را نخست به تاجیکی ترجمه می کند و بعداً آن را نسبتاً مفصل شرح می دهد. کلمه تقوا و کلمه تقوا لا اله الا الله است و آن را کلمه تقوا بدان معنی خواند هر کس که این کلمه را بیاورد خود را در وقایه کرد، یعنی حفظ نمود. در این جهان از شمشیر رست و از شر گزیت جزیه، یعنی اندازه که نامسلمان به دولت اسلامی می پرداخت رست و از کفر رست و اهل و فرزندی وی از اسیری رستند و اموال او از استغنام به غنیمت گرفتن رست. کدام وقایه حفظ و نگهبانی باشد از این بزرگتر؟
این تأثیر شهادت است در دنیا تا تأثیر عقبا در او بیاید. و اگر تصدیق با این قول یار بود در آن جهان، اگر به حق این کلمه تقصیر نکرده باشد، خویشتن را از عذاب وقایه کرد، و اگر تقصیر کرده باشد، خویشتن را در خرودی یعنی جاودانگی دوزخ وقایه کرد، زیرا که مؤمن در دوزخ جاودانه نماند. بدین معنی آن را کلمه تقوا خوانند. و نیز گفتند معنی دیگر آن است که قوی تواند که کردی، یعنی عملی ضعیف را تباه کند، و ضعیف نتواند که کردی قوی را تباه کند. قوت صفت حق است و ضعف صفت خلق، و قدرت صفت حق است و عجز صفت خلق. محال باشد که قادر قوی حکمی کند که ضعیف عاجزان را باز افکند. ابوالقاسم قشیری وفات سال 1073 نیز از صوفیان معروف این عهد است که شاگردان و پیروانی زیاد داشت. او پیشتر از غزالی با مقصدی نزدیک آوردن شریعت و سنت با طریقت و تصوف اثری معروف خود الرسالة القشیریه را در 50 باب به زبان عربی تالیف نمود. شاگرد قشیری ابو علی ابن احمد عثمانی این رساله را به تاجیکی ترجمه کرد، ولی این ترجمه چندان موفق آمیز صورت نگرفت. بعداً عبدالرحمن ابن محمد نیشاپوری ترجمه زیبای این رساله را به تاجیکی انجام داد که به نام ترجمه رساله قشیریه معروف است. ابوالحسن حجویری وفات تقریبا سال 1072 از صوفیانی شناخته محسوب می شود. او تالیفاتی زیاد دارد، ولی اثرش کشف المحجوب که نمونه برجسته فلسفه اسماعیلی بوده، علاوه بر این درباره اهل تصوف معلومات جالب می دهد، میان آثار او محبوبیتی بیشتر دارد. اصل این کتاب به عربی بوده، احتمال خود مؤلف آن را به فارسی دری برگردان کرده است. و علم در خزینه اوست که بدان منت کند بر آن کس که خواهد از بندگان او، و هر کی محروم است از آن در گمشدگی همی گردید و در کوری همی رفت. بر دلهای ایشان قفل هاست که آن را نگشایند، و از خردی ایشان بندی قفل ها بر نخیزد. و اولیای ایزد در مرغزارهای بهشت همی چرند، و از درختان آن همی چینند، و اندر جویهای آن سباحت شنا همی کنند. سیر نشوند از آن یک ساعت، و ناتوان نگردند بشناختند معبود خویش را، و مجرد و پاک بکردند او را از نشانی آفریده ها، و پاکیزه کردند او را از همه صفاتی آفریدها. و خداوندانی گمشودگی ماننده کردند آفریدگار را به آفریده، و در حد آوردند یعنی محدود کردند، و مثال کردند او را به صفات تا در شمار آوردند. نادان شدند به شناختن فرشتگان،
و درجات آفرینیش و منکر شدند به خبری دانسته و بیگرویدند به خبری نایافته. چنان که از این نمونه به مشاهده می رسد، در طرز افاده و بیان مؤلف نقش ترجمه برملا ظاهر می گردد، ولی کاربرد اصطلاحات تاجیکی از قبیل خدای، آفریدگار، آفریده، آفرینیش، گزیدگان، پیغمبران، خداوندان، صاحبان، بنده، فرشته، راه نمودن، هدایت کردن و غیره در برابر اصطلاحات معمولی عربی از افضلیت‌های این کتاب به حساب می رود. اکثر اصطلاحات معمولی فلسفی که ابن سینا در دانشنامه علایی و معراجنامه استفاده کرده است در همین کتاب به مشاهده می رسند. خواجه عبدالله انصاری 1005 1006 1089 از پیران خراسان و ابرمردان زبان و علم و ادب تاجیکی به حساب می رود. او علم طریقت را از ابوالحسن خرقانی آموخت و در تصوف از سرآمدان عهد خود گردید. از او آثاری فراوانی گرانبها از قبیل طبقات الصوفیه، الهی نامه، 100 میدان، تفسیر قرآن، مناجات نامه، زاد العارفین، کنز السالکین، قلندرنامه، محبت نامه، نصایح، 7 حصار، رساله دل و جان، رساله واردات و غیره باقی مانده است. با اندیشه محققان او در نظم و نثر تاجیکی فارسی نوگانی های ادبی از جمله کاربست قطعه های شعر را در اثری نثری وارد کرد که بعداً شیخ سعدی آن را به حد کمال رساند. استفاده نثر مسجع یعنی نثر دارای قافیه نیز در زبان و ادب ما به نام عبدالله انصاری بستگی دارد. شما گفتار 49 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.